سلام. سرپرست وزارت دفاع ملی کشور گفته است نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بدون حمایت خارجی ها به تنهایی از خاک خود دفاع کرده و می کنند. وی افزوده است دشمنان افغانستان می خواهند با تبلیغاتشان حکومت را تحت فشار قرار دهند، اما با آرزوشان نخواهند رسید. رئیس جمهور تاجیکستان در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور غنی گفته است کشورش با افغانستان کمک های همه جانبه می کند. ملا برادر آخوند مسئول دفتر قطر طالبان مسلح با هیئت امراش به پاکستان سفر نموده است. گزارشات می‌رساند که هیئت طالبان از سوی وزارت خارجه پاکستان دعوت شده‌اند. منابع از معرفی شدن وزیر پیشین صحت عامه و 3 تن از معاونینش به سالن‌والی خبر می‌دهند. گفته شده فیروزالدین فیروز، ماموسی زیور، دکتر شفیق شهیم و دکتر وحید مجروح از سوی اداره بازرس به سالن‌والی معرفی شده‌اند. و وزارت امور داخله می‌گوید پاسوال جمعه‌گل همت به صفت قماندان امنیه کابل تعیین شده است. وی قبل از این به حیث والی بادغیس قرار یافته بود، اما مردم آن ولایت وی را قبول نکردند.